سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به کانال آلمت و من اینجا میزبان شما هستم. امروز بریم داستان اصلی کامل ماینکرافت رو بشنویم از زبان ممنتو که تحقیقای کرده رو ببینیم چیکار کرده. یادتون نره چنل ما سابسکرایب رو دکتر لکن بزنید، زنگوله بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. بریم سراغ ویدیو. لتس خب بچه ماینکرافت رو هممون میشناسیم و همچنان هم بازیم و حتی یه سریامون از دوران طفولیت مشغول پلی دادن این بازی جذاب هستیم. اما میدونستین ماینکرافت یک داستان و تاریخ هم داره؟ میدونستین لباسی که تن استیو مربوط به یک قبیله بوده و همه این لباس رو میپوشیدن؟ میدونستی خیلی از ماب ها توسط همین قبیله خلق شدن و به تکنولوژی پیشرفته ای دسترسی داشتن؟ ادیتور ساز تو بیار بنواز. آقا تا به حال براتون سوال شده که یه سری سازه‌های ماینکرافتی مثل اوشن مانیومنت‌ها یا معدن‌های ماین و چه می‌دونم تمپل‌ها و اونجور چیزا چه جوری و توسط چه کسایی ساخته شدن، در صورتی که اصلا هیچ مابی توانایی ساخت به جز خودمون نداره؟ براتون سوال نشده؟ خیلی قبل‌تر از زمانی که توی اوورورلد یا همون جهان اصلی هیچ زامبی وجود داشته باشه، مردم باستانی وجود داشتن به اسم قبیله شلوارآبیا. این مردم باستانی چندین سال بود که روی این زمین زندگی می‌کردن و به تکنولوژی ساخت سازه‌های زیادی هم دست پیدا کرده بودن که بهشون اجازه میداد توی هر کدوم سازه‌های حیرت انگیز برای زنده موندن بسازن. ایده کشتی‌هایی ساختن و به دریاها سفر کردن و غنایمشون رو توی سازه‌های در اعماق دریا مخفی کردن. ایده‌ای هم به دل صحراها رفتن و با ساختن تمپل‌ها به زندگی خودشون ادامه دادن. بجز قبیله شلوار آبی‌ها، انسان‌های دیگه‌ای هم روی این زمین زندگی می‌کردن به نام ویلیجرها. ویلیجرها برخلاف شلوار آبی‌ها هوشمند و دسترسی به ساخت تکنولوژی پیشرفته نداشتن. برای همین اکثرا توی روستاها و زمین‌های کشاورزی کوچیک زندگی می‌کردن و تکنولوژی مورد نیازشون رو با شلوار آبی‌ها مبادله می‌کردن. حالا توی این روستاها افرادی زندگی می‌کردن که کارهای نابخشودنی انجام میدادن که این کارها باعث طرد شدنشون از روستا میشد. افرادی مثل ویچرها، ایووکرها و ویندیکترها بعد طرد شدن حتی کارهای وحشتناکتری از جمله تغییر ژنتیکی یه سری اوی این خط داستانی واسه این ویدیو نیستش که اسپویل نکن مردمو. شرمنده و حواسم نبود. چیزه آره بچه‌ها خلاصه یه سری کارهای خیلی بدی می‌کردن. برو اونور بقیه‌اشو خودم میگم خراب کردی. آقا خلاصه این قبیله شلوار آبیا کم کم به تکنولوژی ساخت پورتال دست پیدا کردن و تونستن به ندر سفر کنن. اونا برای اینکه گرسنگی نمیرن مقدار زیادی خوک با خودشون به اون دنیا بردن، چون نمیدونستن دیگه قرار اونجا با چی مواجه بشن. اونجا هم چون شرایط زندگی و زنده موندن خیلی سخت بوده، تصمیم گرفتن یه سری سازه‌ها و قلعه‌های بزرگ برای خودشون بسازن که بتونن از خوک‌ها و غنایمشون توی یه جای امن محافظت کنن. بعد از گذشت چند روز این خوک‌ها کم کم گرسنه میشن و در حال مردن بودن. مردم قبیله برای اینکه خوک‌هاشون از گرسنگی نمیرن بهشون ندروارت میدن، تنها گیاهی که توی ندر در میاد، و فقط هم از خوک‌ها بعد از تغذیه از ندروارت دچار تغییر ژنتیکی شدن و به پیگلین ها تبدیل شدن و به شلوار آبیا به دلیل زندانی کردنشون و تغذیه ازشون حمله کردن. اومدن انقلاب کنن که این حملات زیاد داشتن و از کلا تیکه تیکشون کردن. در نهایت هم این پیگلینا فرار کردن. قبیله شلوار آبیا وقتی یکی از اعضای قبیلهشون میمرد، جسدش رو توی سنگ و خاک‌های معمولی قرمز رنگ دفن میکردن، اما نمیدونستن که این بلاک‌ها میتونن ارواح مرده رو به خودشون جذب کنن و سلسند به وجود بیارن. بعد از جذب ارواح مرده، جسم بیروح تبدیل به ویدر اسکلتون میشد و دلایلی که ویدر اسکلتون هم فقط داخل قلعه ها اسپان میشه و این برون بر میرم همینه. خلاصه آقا زمان میگذره، این قبیله شلوار آبی‌ها در نهایت تصمیم میگیرن برگردن به اوورورلد، ولی از شانس گندشون دقیقاً همون زمانی بوده که یه ویروسی تو اوورورلد پخش شده بوده که میگفتن ساخت اون ویروس توسط افراد طرد شده‌ای از یه ویلیجی بوده. خلاصه شلوار آبیا برمیگردن اوورورلد، بعد میبینن یه ویروسی هست که زامبی میکنه. اونجا هم یه جنگ بزرگ را میفته که بهش میگن آخرالزمان، جنگی که هزاران نفر از ویلیجرها و شلوار آبیا رو میکشه و نابود میکنه. شلوار آبیاها هم به شدت تلاش میکنن که زامبی‌ها رو بکشن، اما این زامبی‌ها چون از اول مرده بودن، بعد اینکه میمردن دوباره تبدیل به اسکلتون میشدن که این وضعیت رو بدتر میکرد. اینا نمیتونستن باش بجنگن. به همین دلیل شلوار آبیا راهی به جز برگشتن به ندر برای فرار از دست این زامبیا نداشتن. خلاصه اینایی که ازشون زنده میمونن برمیگردن ندر، اما موقع فرار یه تعدادی از این زامبیا هم همراهشون از این پورتال رد میشه و به ندر میاد. اونجا هم این زامبیا چند تا پیگلین رو آلوده میکنن و زامبی پیگلین به وجود میاد. حالا ویروس حتی توی ندر هم پخش شده بود. دیگه هیچ راهی برای شلوار آبیا وجود نداشت، اما توی افسانه اساطیر قبیلهشون گفته بودن که آره یک موجودی با یک قدرت فوق‌العاده وجود داره و مردم بر این باور بودن که اگه یه جوری به وجودش بیارن یا احضارش کنن میتونه ازشون محافظت کنه. اون موجود کی بود؟ ویدر. حالا اگه به سنگای نارنجی رنگ تمپل هم نگاه کنی میتونی طرح هک شده ویدر رو روی اونا ببینی. پس یعنی مردم قبیله
خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. چون که تایم ویدیو زیاد میشه و من نمیتونم که اینا رو آپلود کنم، تا ویدیو بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. پیس اوت ماوت گاوت ماوس